سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه دوستان. شروع میکنیم جلسه جدید رو با عنوان قرارداد اجتماعی و عنوانی که به اسم توماس هابز ثبت شده. در آخر هم یک آهنگ براتون انتخاب کردم که متناسب هست با حال هوایی این روزها که حالا ما عزیزی از دست دادیم و امیدوارم از این آهنگ شما هم لذت ببرید. رسیدیم از ماکیاولی، رسیدیم به آقای توماس هابز. ماکیاولی که میدونیم تو فلورانس ایتالیا بود و ایتالیایی بود و سالهایی هم که در واقع آقای ماکیاولی زندگی میکرد. چه سالهایی بود؟ سالهای 1469 تا 1527 و یه چیزی هلوش 50 60 62 سال بعد آقای هابز با قرارداد اجتماعی اینجا حالا معرفی میشه. ما نمیدونیم، این بین هم حتما کسایی بودن که تو قرنهای 16 و 17 میلادی ایشون در انگلستان داره کار میکنه. انگلیس هم ظاهرا قدرتی که داره به سبب همین بهایی هست که به افراد میده. خب توی اسلاید بعدی در مورد توماس هابز بگیم. افراد که رشد میکنن، این رشد و شکوفاییشون به هیچ وجه یه چیز تصادفی نیست. آقای توماس هابز جالبه که پدرش یک کشیش بوده یا همون روحانی که مثلا تو فرهنگ ما هست، منتها آدم سالمی بوده ظاهرا. چون نمیتونسته حتی از عهده خرج این پسر هم بر بیاد و اون رو میفرسته پیش عموش که در واقع متموله و میتونه این کار رو انجام بده. خب تحصیلات تو دوره ابتدایی رو تو کلیسا میخونه، یعنی همون چیزایی که تربیت دینی که خیلی از ماها در ابتدا داشتیم، و بعدش هم واسه رشد کردن میره تو مدرسه خصوصی و نهایتا از آکسفورد هم سر در میاره و تحصیلاتش هم که تمام میشه میره معلم سرخونه یکی از خانواده اشراف میشه و تو یه رابطه‌ای تا آخر عمر با اون خانواده حفظ میکنه. یه معلمی که در واقع داره بچه‌های اون خانواده رو تربیت میکنه، اونها هم خیلی بهش احترام میذارن. نشون به این نشون که تو سفرهای مختلفی هم که میرن، آقای توماس هابز هم با این خانواده میره. سالهای 1610 1621 و 1625 ایشون به اروپای قاره‌ای که نمیدونم کجاست دقیقا، فرانسه و ایتالیا میره و جالبه توی این سفرهاش عکسایی که میبینید شاید بعضی براتون آشنا باشه. عکس سمت چپ آقای گالیله است، این ورتر عکس کپلر هستش و نجوم و اینها، یکی فرانسوی یکی آلمانیه، اون یکی هم گاسندی هست. اینها همه دانشمندای بزرگی هستن. دکارت رو میبینه توی این مسافرت ها و خیلی هدفمند، یعنی یه جورایی رویاش رو داره ایشون داره زندگی میکنه به سبب فرصت ها و شانس هایی که در واقع داشته. حالا دون عصر هم عصری هستش که در واقع عصر شکوفایی عقل و هندسه استدلالی اقلیدوسی رو و ماده‌گرای مکانیکی رو هم ایشون میبینه و میخواد اینها رو تعمیم بده به چیزایی. خب کتاب هایی که هابز نوشته هم یکی تاریخ توسیدید هستش که یک سمت عکس سمت مجسمه‌اش که داریم مشاهده میکنین یک مورخ یونانی هستش که این تاریخ رو ترجمه کرده، و لویاتان، اون عکسی که داریم میبینید که خوفناک هم هست، یه اژدهایی که هست که در واقع تو دریا زندگی میکنه و مثل مانند هم نداره و در جلوتر هم میگیم که در واقع این لویاتان چی هست که بزرگترین اثر در واقع اثر هابز در فلسفه سیاسیه. خب دوره قبل از آقای هابز صحبت از قانون طبیعی بوده. قانون یعنی چیزی که نوشته شده و همه باید بهش احترام بذارن و آقای هابز از حق طبیعی داره صحبت میکنه و کلن هستش اینه که جامعه سیاسی واسه ایجاد اقتدار که در اون حق صیانت نفس و قانون طبیعی محافظت بشه باید شکل بگیره. جامعه سیاسی
که ما این رو در جلوتر هم میتونیم توضیح بدیم، چون نوشته هایی هستش که در واقع اینجا به کار ما میاد. پس قانون طبیعی که میگیم در جلسه آینده، این جلسه میخوایم خیلی کمتر از همیشه باشه تا ببینیم بازخورد چجوری است و حالا توی جای خودش ما بحث رو ادامه خواهیم داد. خب نکنین وضع طبیعی، یادمون هست که ماکیاولی میگفت که آدما به صورت عادی بدذاتن و دنبال کار نکردن و دنبال سوء استفاده هستن و شهریار باید این وضع رو سر و سامان بده. حالا هابز هم تقریبا همچین نظری داره در مورد جامعه و وضع طبیعی هم جایی هستش که افراد دائما به همدیگه چیان سوء ظن دارن و برای همینم بر جان و مال خودشون در واقع امنیت و ایمنی ندارن. خب اگه همچین جامعه‌ای باشه، برای اینکه ضریب امنیت بالاتر بشه باید چه اتفاقی باید بیفته؟ باید بره قدرت بیشتری به دست بیاره. یعنی این قدرت میتونه ثروت باشه یا در واقع مظاهر دیگه، هر چی که میتونه قدرت آدم رو زیاد بکنه و میافتن آدم توی رقابت پایان ناپذیر و این از این بوجود اومدن این مسئله هم هیچ گریزی هم نیستش و حالا این رقابت هم به نفع کسی هم نیستش و در نتیجه حق طبیعی صیانت نفس دچار اختلال میشه. این توصیفی است که هابز داره از وضع طبیعی. حالا قرارداد اجتماعی هم خلاصه اون چیزی که هابز به دست آورده اینه که بایستی همه با همه عهد بکنن که تمام حق داوریشون رو در مورد صیانت نفس، یعنی اینکه حق خودشون رو بگیره اینها و ایجاد شرایط برای آرامش و امنیت رو به فرد مجمع یا یک حکومتی بسپارن. یه فرد ثالثی که میشه حکومت و همه وکیل همه هستش توی همه زمین ها. خب و این قرارداد اجتماعی ازش نام میبره که ما قدرت خودمون رو در واقع جوری تفویض کردیم به یک شخص ثالثی به نام حکومت. حالا لویتون همون اجرای ترسناکی دیدیم، هم حکومتی که هابز داره توصیف میکنه و همه به سببی که ترسی که از اون دارن به اون به احترام میزنن، جامعه مدنی شکل. و اسلاید آخر ما هم در این بخش که ما بخش رو ادامه خواهیم داد اینه که هابز که تو قرن 17 یا هم قرن پویای علم داره زندگی میکنه، پویای علم داره تمام تلاش ها و کارهای خودش رو بدون اتکا به باورهای ماورای طبیعه داره جستجو میکنه. یعنی داره میگه که ما میخوایم با عقل و اتکا و استفاده از این فرصت و این موهبت انجام بدیم و اون باور ماورای طبیعه، حالا هر چی میخواد، متون دینی میخواد باشه، در واقع بحثای خرافی باشه یا هر چیز دیگه باشه، ما فعلا اینها رو دخالت نمیدیم و با عقل سلیم خودمون یا عقل خودمون سعی میکنیم کار رو انجام بدیم. این راه رو هم ابن رشد اون زمانی که در واقع بعد از اسلام و دوره شکوفایی اتفاق افتاد، ایشون این راه رو نشون داد. ابن رشد اندلسی هم اسپانیایی یا همون دانشمند یا فیلسوف اسپانیایی هستش که ایشون هم توسط خلیفه در واقع دچار اذیت و آزار شد و تبعید شد و مانند خیلی های دیگه سرنوشت خوبی هم در واقع متاسفانه پیدا نکرد. به هر حال ممنون از اینکه تا اینجا گوش دادید و به خاطر این وقت عزیزان گرفته نشه فقط این آهنگ رو براتون میذارم که گوش کنید و ادامهش رو در جلسه بعدی خدمت شما خواهیم بود. با تشکر از حسن توجه و حوصله شما. با تو هم ای رفته هست بر
کجا باشم غمت هست، کاش روز رفتن تو گریه چشمم را نمیبست. رفتی و دلتنگیم در خانه تنها ماند، بغض دروا شد تو رفتی قصه اینجا ماند. رفتی و هر گوشه زیباییت جا ماند، گریه من بی صدا ماند، گریه من بی صدا ماند. ای تو فهمیدم عذاب دل بریدن رو، از خودم از زندگی پا پس کشیدن رو، معنی با دیگرانت شاد دیدن رو. پس بده دنیای من رو، پس بده دنیای من رو. خوشی هایم برده بعد از تو، این شب غمگین مرا زرده بعد از تو. آنچه با من بود بی تو ماندن بود، در خیابان های باران خورده بعد از تو. خواب و رویاتا شوق فردا تو، از جهان تنها تو را میخواهم، اما تو جای دل کندن جان بخواه از من، من که میمیرم برای زندگی با تو. با تو هم ای رفته هست است، هر کجا باشم غمت هست، کاش روز رفتن تو گریه چشمم را نمیبست. با تو هم ای رفته هست است، هر کجا باشم غمت هست، کاش روز رفتن تو گریه چشمم را نمی